سلام، به کانال یوتیوب من خوش آمدید. من مرضیه رحمانیان هستم، روانشناس بالینی. اول از همه سال نو رو به همگی تبریک میگم. آرزوی بهترین ها دارم براتون. امیدوارم که در سال جدید همگی به تمام خواسته هایی که دوست دارید برسید. امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که هر کسی آغاز سال جدید که میشه یک سری از اهداف رو میخواد برای خودش مشخص کنه که در پایان سال به اونها رسیده باشه. من 4 مرحله رو به صورت خلاصه شرح میدم تا بتونه کمک کنه همگی بتونیم یک برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم تا به اهدافمون برسیم. اولین و مهمترین مسئله اولویت بندیه. اینه که ما باید مشخص کنیم چه چیزی الان و در این زمان برامون ارزشمنده و میخوایم بهش برسیم. مثلا ممکنه یکی توسعه فردیش خیلی الان براش مهم باشه، یکی رسیدن به استقلال مالی براش مهم باشه، یکی ممکنه تناسب اندام، سلامتی براش مهم باشه و موردهای متفاوت دیگه. پس اولین مسئله اولویت بندی و ارزش گذاریه که ببینیم چه چیزی برای ما الان مهمه. بعد موردی که وجود داره اهدافمونه. ما اهدافی رو که تعیین میکنیم بر اساس اون ارزش هامون مشخص میشه. مثلا من میخوام به تناسب اندام و سلامتی برسم، پس هدفم این میذارم که مثلا 10 کیلو اضافه وزن دارم، این رو باید وزن کم کنم. آیا 10 کیلو اضافه وزن رو میتونم تو 1 ماه کم کنم؟ نه. پس باید هدفمون مشخص باشه. اینه که من مثلا در بازه 4 ماهه 10 کیلو اضافه وزنم رو کم کنم. بعد میرسیم به برنامه ریزی کردن. برنامه ریزی کردن یعنی این که ما مشخص کنیم برای اون هدفی که مشخص کردیم چه جوری برسیم. من اینا رو با توضیح و مثال میگم که یه ذره ملموس‌تر باشه. فرض میکنیم یک نفر میخواد به استقلال مالی برسه. نمیتونه هدفش رو بذاره من در امسال به مثلا درآمد 100 میلیون در ماه برسم، وقتی کسی هنوز حرفه‌ای رو بلد نیست. پس هدف میشه، پس ارزش میشه استقلال مالی، هدف آموزش یک شغل یا توسعه یک توانمندی که خودش داره. پس حالا نوبت به برنامه‌ریزی میشه. برنامه‌ریزیش باید اینجوری باشه: اگر مثلا میخواد یک شغل جدید یاد بگیره، یک حرفه رو یاد بگیره، باید ببینه چقدر توان مالی داره. آیا میتونه چقدر سرمایه گذاری کنه در یادگیری حرفه جدید؟ مثلا نمیتونه یه حرفه‌ای رو بگه من امسال مثلا 1 میلیارد هزینه میکنم، در صورتی که شاید توانایی مثلا هزینه کردن 20 میلیون در طول سال داشته باشه که بتونه یه حرفه‌ای رو یاد بگیره. و اینه که این برنامه‌ریزیش باید مشخص باشه. من مثلا توی ماه 2 میلیون، 3 میلیون، 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، هر چقدر که توان مالی داره میتونم هزینه کنم برای یادگیری حرفه. و چقدر وقت میتونم بذارم؟ آیا من میتونم 7 روز هفته رو وقت بذارم؟ 7 روز روزی 10 ساعت؟ یا اینکه نه، من تواناییم این نیست، من میتونم هفته‌ای 3 روز مثلا 3 ساعت وقت بذارم. باید هدفهامون و برنامه‌ریزیمون دقیق باشه و کاملا واقع بینانه و در دسترس. بعد برای برنامه‌ریزی هامون خرد بشه اون هدف هامون. یعنی ما مشخص کنیم در طول 1 ماه میخوایم چیکار کنیم، در طول 1 هفته میخوایم چیکار کنیم، در طول 1 روز میخوایم چیکار کنیم. و در آخر اجرای برنامه هاست. ما اگر میخوایم برنامه هامون اجرا بشه، مهمترین مسئله نوشتنه. تا زمانی که شما ننویسید اهدافتون رو، تا زمانی که برنامه ریزیتون رو ننویسید و تا زمانی که روزانه چیزی نداشته باشید که چک کنید و بخواید اون رو تیک بزنید که آیا اون رو انجام دادید یا نه، شما اصلا پایبند به برنامه ریزیتون نمیمونید و خیلی کوتاه اون رو انجام میدید و فراموش میکنید. پس مهمترین چیز نوشتنه و اینکه شما روزانه برنامه هاتون رو تیک بزنید که کدومش رو انجام دادید و کدومش رو انجام ندادین. و دومین مورد اینه که استمراره. اگر شما یک چیزی رو در اول راه هدف گذاری کرده باشید و ارزشمند بوده براتون و جز اولویتاتون بوده، باعث میشه که شما استمرار داشته باشین در اجرای برنامه‌تون.
و یک برنامه شخصی سازی شده مخصوص به خودتونه، نه چیزی که ممکنه از دیگران چون بر حسب حالا شرایط، یکی میگه من میخوام 30 تا کتاب بخونم، یکی میگه من میخوام 5 روز در هفته ورزش کنم، ولی نه، من مثلا میتونم در هفته فقط 3 روز پیاده روی کنم. پس من این کار رو میخوام انجام بدم، مخصوص خودم، بسته به شرایط خودم، بسته به شخصیت خودم، بسته به اهداف خودم و توانمندی‌های خودم. و این که پایبند باشم به برنامه زمانی اتفاق میفته که برنامه مخصوص من باشه و اون چیزی باشه که من اون رو مهم قلمداد کرده باشم و برنامه واقع بین باشه و در دسترس من باشه و قابل اجرا بشه برای من. برای همتون یک سال پربار رو آرزو میکنم که آخر سال 1404 بگیم شکرت، من به تمام خواسته هام رسیدم. و سالی بود که خیلی سال موفقیت آمیزی برای من بود، سال شروع بود، سال موفقیت های بزرگ بود. برای همتون زندگی پر از موفقیت و شادی رو آرزو میکنم.